خیلی دوباره داری حرف میزنی. هارت نکش. میگم هارت نکش. زدی به در دیوار به بیلو خورده نه؟ نه این که ماشین رو روغنش عوض کردی دنبال زدی نه آزمایش دنبال زدم در دیوار کبودی روغن ماشین خورد تو دنبال بیله دیوار خورد تغییرش با هم یه این پارتی؟ چی؟ بزن کنار عزیزم باید کار دارم بزن کنار حرکت کن ایست کن ببینم عوضی یک ماه دنبال میگیری اینا رو؟ اصلا مزاحم کسی نمیشه یکیش خودم مزاحم من نشدی؟ نه بابا من خواستم برسونم بده اینجا چی بدم؟ مدارک نداری حتما 100% دیگه آدم لشی مثل تو همینجوریه بده ببینم پول یه پولی چیزی من بده تو سریع حرکت کن سریع ندارم پول بده ببینم صحنه به پول نداده خدا چرا این کارو میکنید عوضی یه استعلام بگیرد مرکز ببین کیه بوده مستقر شده چشم مرکز رون خاور تو خاورمیانه تکته خدا رحمت کنه بابای بچه هاشو خدا رحمت کنه قبل از اینکه نونگا باشه خاویار ببخش از خاویار به کجا؟ مهمان هستی تو رو مینداختم بیرون هی یزید بچه 2 سال است مگه؟ اشکال نداره خوش باشه من احساس موبایل بابا بهمون کن ببین آره دیگه شوازی برای خودت درسته محرمان چه لباسی پوشیدی بدی دامودمون کردی دیگه کوفت این کارا دیگه آدم اصلا این چه لباسی تو پوشیدی کل کافیست نزن پسر خاله منو نزنم یه چیزی بود که ازش بیشتر دردم میگیره از چی؟
از این توپه ها؟ نه از اون توپه؟ نه اینام بود ولی یه چیزی بود که بیشتر دردم میگرفت میگم بهتون از ابری که بالای سر من تشکیل شده بود ای بابا از این توپه نه این توپه نبود از اون توپه؟ نه از این هم بود ولی از یه چیز دیگه هم بود بهتون میگم پنج دقیقه هم دنبال آدم بگردن آقا نمیان راهشون نمیخوره به کنار ترسان خب این به عقل جن میرسید که رفتش خب به عقل جن میرسید که آقا تو مازم با اون بز خب گفتی که خواهرات مردن کدومشون؟ بگم جفتشون مردن؟ جفتشون؟ چطوری؟ بگم تو تصادف تیکه تیکه شدن؟ نه اینا رو دیگه نگو دادم خبره بعد که یهو یه دفعه نمیگه که عزیزم که بابا جان آخه اب نداره نزاره جان مادر من نزار نزاداره دیگه بابا این همون دروازه با اون وریه است نیمه عوض شده برگشت اب نداره عزیزم قربونت برم نه فدات شم تو برو ما برو پسر خاله من اب نداره خواهرات بمیرن انشالله بارایمون مردن ره تیکه شدن وای بد جور کن من مریضم خیلی مریضی؟ بله خیلی هم مریضی اگر مریض نبودی که میرفتی سر خونه زندگیت میشستی میرفتی سبزی تو پاک میکردی آشپزی تو میکردی رفت رو تو میکردی چه میدونم میرفتی شالیزار نمیدونم وار میداشتی اردکار یه دوری میزدی یه کاری میکردی مرد این خونه کیه؟ امیریه حالا خب از این خود آردی کم اینجا برید اینجوری این شکلی نزن ای میخوایم اون حلال بدیم دست مردم حتام بیا این مشمه ها رو میخواستیم اون بذاری توش بذار اون توش میذارم اینجا حالا برخور از اینجا بردار خب خاله جا من چیکار کنم الان واسهتون؟ مرد این خونه کیه؟ امیریا آلمون این بذار این آردیش از امارات من برید بیرون بذارید اینجا به درد خودم بمیرم تو رسو زبونتون لال بشه ایشالا خدا آرام بفرمایید میریم حالا بفرمایید بیرون نه کجا گفتی جد شناس که کشمیرم بفرمایید بیرون آدمای من نادر همه جا رو گشتن نیست بله من حتی پزشک قانونی پارک‌ها شهر بازی‌ها رو شخصا گشتم هیچ جا نبوده عین آب که بره تو چه دیگه خفه شو چرا میخندی؟ چرا خراب کردین خیلی خوب بود که بچه ها به قرآن مردان نمیخوره آقای انکر الاسوال که سر خنجری زیر آب اسم کوچیکی هستی نه اسم کوچیک ای بابا در حرف میزنه تا هر ساعت وسط حرفا میای نه گفتم خجالت بکشه ساکت باش نادر ساکت تو دیگه خواهی شو احمد درت ببند به این شخص خیانت شده به من میگی پاک رفته نه سواری عزیزم جنابی عزیز زود کارتو بگو صبحگاهو که از دست دادم لااقل به میدان تیر برسم من تصمیم گرفتم باهات ازدواج کنم شهرام